دستگاه مگنتومتر کیازمین. همینطور که میبینیم بعد از روشن کردن تجهیز منتظر میشه تا در واقع سیگنال جی پی اس رو ما دریافت بکنیم. سیگنال جی پی اس اینجا نمایش داده میشه. اگر که جی پی اس درست اتصالش برقرار شده باشه با ماهواره، مختصات رو اینجا نمایش میده. خب بعد از این که دستگاه کانکت شد به ماهواره جی پی اس، همینطور که میبینید مختصات اینجا نمایش داده میشه. و الان چون من داخل اتاق هستم، داخل ساختمون هستم، دیدیم که این مختصات صفر شد. به این معنی که ارتباط با ماهواره قطع شد. خب چیزهایی که نمایش داده میشه روی مگنتومتر، اینجا زمان هست بر مبنای گرینویچ هست، اینجا مختصات جغرافیایی هست، خط سوم در واقع عددی هست که ما با اون در واقع جهت سنسور رو تنظیم میکنیم. من این جهت سنسور رو الان میچرخونم و این میبینید که داره تغییر میکنه. خط سوم این رو ما باید طوری در واقع توجیه بکنیم جهت سنسور رو تا این مقدار به بیشینه خودش برسه که اینجا مثلا همین 4600 هست. الان این توجیه شده جهت سنسور و بعد از این هست که ما میتونیم مغناطیس رو اندازه گیری بکنیم. خب برای اینکه ما برداشت انجام بدیم، این دکمه آ هر بار که فشار داده بشه میبینید یک برداشت انجام شد. اگر دوباره من این رو بزنم میبینید اون عددی که اینجا نمایش داده میشه این یعنی این که در واقع یک برداشت انجام شد. خب من میتونم آخرین برداشت رو با دکمه B پاک بکنم. خب این دکمه B رو اگر من کمی نگه دارم از من میپرسه آیا میخواهید پاک کنید. خب اگر چی کاری انجام ندیم که خب هیچی. من این دوباره این کلید B رو میزنم. خب اگر اینجا yes رو بزنم، این ببینید آخرین داده رو پاک کرد و نمایش داد که 13 تا داده توی دستگاه هست. خب پس ببینید برای پاک کردن میایم دکمه B رو نگه میداریم و اینجا از ما میپرسه. حالا میتونیم yes یا no بزنیم. اگر کاری هم انجام ندیم این به منزله انصراف هست و دستگاه داده ای رو پاک نمیکنه. خب دکمه های دیگه که روی دستگاه قرار داده شده دکمه D هست. اگر من دکمه D رو نگه دارم ولتاژ باتری رو برای من نمایش میده که این ولتاژ باتری نباید از 10 ولت کمتر بشه. اگر کمتر از 10 ولت شد این نیاز داره که دستگاه شارژ مجدد بشه. مادامی که من دستم روی دکمه دی باشه این ولتاژ باتری نمایش داده میشه. خب من این رو که بردارم دوباره دستگاه برمیگرده به حالت اول. خب دکمه سی رو اگر من کمی فشارش بدم و نگهش دارم اینجا از من میپرسه آیا مایل هستید که تمام حافظه پاک بشه. در واقع دکمه سی برای پاک کردن کل حافظه هست. ما اگر بخوایم کل حافظه رو پاک بکنیم کافی هست دکمه سی رو نگه داریم و اینجا yes رو با دکمه B بزنیم. دوباره من رو ببینید اینجا میگه مموری کلین، مموری پاک شد. بنابراین ما دیگه الان توی حافظه چیزی نداریم. خب روی نمایشگر این قسمت که هشتگ داره، این هشتگ بعد از هشتگ تعداد در واقع داده هایی هست، تعداد نقاطی هست که داخل
حافظه دستگاه ذخیره شده. ببینید من اگر این آ رو بزنم که در واقع یک داده برداشت بشه، بعد از اینجا عدد 1 رو نمایش میده، به این معنی که یک داده داخل حافظه دستگاه موجود هست. خب مطلب دیگه نمیمونه توی کاربری دستگاه.